سلام به شما دوستان و شنوندگان محترم مجموعه آوای بوف. امیدوارم سلامت و تندرست باشید. امروز یک شنبه 16 خرداد سال 1400. میهمان برنامه ما آقای دکتر تقی کیمیایی اسدی هستند. با معرفی کتاب جدید و ارزشمندشون که ترجمه کردند به نام هنر، زیبایی شناسی و مغز. مقداری راجع به همین کتاب صحبت میکنم، بعد در خدمتتون هستم که این اگه سوالی هستش. و بعد از اینکه ناامید شدم از پیدا کردن این ماهیت ها یا نهادها، تصمیم گرفتم که یک مطالعه‌ای در ادیان و در رشته های مثل عرفان و تا اندازه‌ای هم در فلسفه دوگانگی انجام بدم و تا بتونم یک زیربنایی پیدا کنم که با این باورها با صلاح علمی مبارزه کنم و در نهایت ثابت کنم که در وجود انسان هیچ ماهیت غیر فیزیکی که جدیداً اونا رو واقعا مادون طبیعی میخونم، چون چیزی برای طبیعت وجود نداره و همهشون ناشی از جهل انسانها و خرافات هستن وجود نداره و فقط همین مغز و بدن هستش که همه کارا رو انجام میدن. در اولین گام من کتاب خلقت و تکامل مغز و روان رو نوشتم که البته عنوان کتاب تک‌گرایی بیولوژیک بود، ولی ناشر گفت کسی از این عنوان خوشش نخواهد آمد یا نمیفهمه و اسمش رو عوض کرد و گذاشت و اون در واقع یک چارچوبی بود که من نوشتم که این موضوع رو شرحش بدم. به دنبالش کتاب زیستشناسی مغز و اخلاقیات رو نوشتم که اساس زیستشناسی مغز در ایجاد اخلاقیات و هدفم این بود که این ادعایی که اخلاقیات از طریق خدا و وحی به انسانها فرستاده شده اونم حذفش کنم و ریشه اخلاقیات رو در همین طبیعت حیات پیدا کنم و در وجود خود انسان. به دنبالش کتاب سیر تفکری در آفریدگارها و آفرینش و آفریده ها رو نوشتم که درش سعی کردم که یا دخالت خدا و شیطان و فرشته ها و دین و چیز به طور کلی مثلا افریت های زیادی که در دین زرتشتی هست اینا رو هم از دخالت در کار مغز و بدن انسان خارج کنم و فصلهای مختلفی نوشتم. برای شرح این کتاب ها من تا حالا حدود 12-13 تا کتاب ترجمه کردم که بعضیاش از تخصص خودم خارج بوده و فقط برای شرح موضوع بوده و بعضیاشون اجازه انتشار در ایران پیدا کردن. تعداد زیادی هنوز در دست انتشاراتی ها یا در اداره سانسور وزارت ارشاد گیر کرده که امیدوارم مجموعش بیرون بیاد تا موضوع کاملا حلاجی میشه. فعلا در موضوع رو به سطح بسیار عمیق مغز، در سطح فعالیت های الکتریکی نورون ها در بخشی از مغز که انسان ساز هست کشیدم و امیدوارم که کتاب رو به زودی تمامش کنم و احتمالاً از طریق همین دوستان انتشارات بوف منتشرش کنم، چون به نظر سریعتر به دست همه خواهد رسید. اما راجع به این کتاب هنر و زیبایی شناسی و مغز، این کتاب بخشی از همین پروژه در دست خودم هستش که یک کتاب نسبتاً مفصلی هستش، بخشی از فعالیت‌های و علاقه خودم هم هستش که امیدوارم مورد قبول دوستان قرار بگیره.
من حالا یه مقداری راجع به همین کتاب صحبت میکنم، بعد در خدمتتون هستم که این اگه سوالی هستش. البته بیشتر کتاب همینجوری که گفتم از تخصص من خارجه و همین جهت برای شرحش به ترجمهش پرداختم. مقدمه کتاب راجع به یک فرهنگ تازه‌ای است که به اسم نوروکالچر یا فرهنگ عصبی هستش که در واقع یک نوع انقلاب فرهنگی در دنیا هستش که همه چیز رو از اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی و تربیت و اخلاقیات و قضاوت و همه چیزها رو وابسته به شناخت خود مغز انسان بکنیم، به جای اینکه دچار برداشت‌های من درآوردی باشه از خودمون فرضیه بسازیم. این مغز آدم که همه کارا رو انجام میده، این رو اول بشناسیمش، بعد سعی کنیم که براش قاعده و قانون تعیین کنیم. همینجور که از کتاب برمیاد، اولش راجع به نوروکالچره که همون نوشته نیو کالچرال رولوشن، یک انقلاب فرهنگی عصبی هستش که شروع شده. به نظر من این اگر کامل بشه و همه جنبه‌هاش آشکار بشه، اون آخرین غرور انسان ها که دوگانگی روح دارن، این هم کاملا از بین خواهد رفت و ذهن و اراده و آگاهی و این چیزهایی که ماورای طبیعی یا مادون طبیعی فرض می شدن، اینا هم کم کم حذف بشه. این اولش کتاب در بخش اولش، فصل اولش راجع به این موضوع هستش. بعدش یک علم اعصاب شناختی از هنر رو شرح داده در فصل دومش. فصل سومش زمینه‌های حالات گوناگون انسان‌ها بر برداشتشون از هنرها هستش و واکنش‌های احساسی که انسان در مقابل هنرها پیدا میکنه. فصل چهارم راجع به قدردانی از زیبایی شناسی هستش که یک زیبایی شناسی تجربی، اینا رو با فیزیولوژی، یعنی اینکه آدم وقتی که با یک موضوع، یک نهادی برخورد میکنه که مغزش اونو زیبا تلقی میکنه، چه واکنش های فیزیولوژیکی در مغزش هستش و به طریق ابجکتیو میتونیم پی ببریم که این نقاشی واقعا زیبا هست یا این موسیقی واقعا زیبا هست یا این رقص واقعا زیبا هست و در انسان چه اثری ایجاد میکنه. فصل پنجم کتاب یک راه ابجکتیو برای ارزیابی نقاشی ها هستش، یعنی آمدن حرکات چشم رو مطالعه کردن و دیدن که این حرکات چشم اگر ویژگی های خاصی داشته باشه، اون نقاشی رو مغز زیبا جلوه میده و اگر نداشته باشه، این از نظر هنری این نقاشی زیبا نیست. و این به نظر من برای نقاشان خیلی مهم هستش که وقتی نقاشی میکنن این موضوع رو در نظر بگیرن که کمک میکنه که هنری که زحمت براش میکشن از نظر زیبایی شناسی ارزش داره یا نه. بعد بخش دوم علم اعصاب شناختی زیبایی شناسی بینایی و هنر هستش که همینجور که پیداست بیشتر راجع به نقاشی هستش. و فصل ششم مکانیسم‌های عصبی ارزیابی جذابیت چهره آدم ها هستش. میدونید چهره آدم ها به طور کلی مهمترین محرک مغز هستش، خاطر اینکه ما موجود اجتماعی هستیم و صورتامون که هیچ شباهتی به هم نداره، یعنی دو تا صورت کاملا شبیه به هم نیستش، این یکی از محرکات بسیار بزرگ برای مغز هستش. و این جذابیت چهره که به طور سرشتی در مغز
یعنی ارزیابیش در مغز جایگیری کرده، این ویژگی هاش رو در این فصل شرح داده. بعداً فصل هفتمش یه کارهای هنری هستش که نامشخص هستن. اینو مثلا نقاشی های مبهمی هستن که آدم نمیتونه ظاهرا ازش سر در بیاره، پامپ دارن، ایندیترمینیتن، یعنی نامشخصن و اینا رو میخواد بگه. مثل نقاشی های مدرنی که ظاهرا آدم چیزی از سرش نمیشه، میخواد بگه که اساس این نقاشی ها چی هستش. فصل هشتم این تجربه های هستش که آدم ها رو وقتی که میخوان قضاوت کنن راجع به هنرها، اینا رو بتونن از عواملی که میتونه بر قضاوتشون تأثیر بگذاره، مثلا اگر پول دریافت میکنن یا منافع دیگه‌ای دارن برای ارزیابی هنرها، اینا رو حذفشون کنه و راه این حذف ها رو گفته. به خاطر اینکه هنر یه مقداریش شاید هم بازاری شده و این فصل منظورش این هستش که بتونه کسانی که قضاوت میکنن راجع به هنرها و هنرها رو به بازار عرضه میدن یا نمایشگاه ترتیب میدن، چگونه این اثر این منافع شخصی و مالی رو بتونن حذفشون کنن. فصل نهم مطالعات تصویربرداری مغز، وقتی هستش که آدم یک نقاشی یا رقص یا یک هنری رو میبینه و کجای مغزش فعال میشه و تصویربرداری مغز هستش از این موضوع. بخش سوم علم اعصاب شناختی رقص هستش که چرا رقص اینقدر در همه فرهنگ‌ها بوده و چرا لذت بخشه. دلیل این که مغز بیننده یک حرکات موزون رو زیبا برداشت میکنه، این چی هستش که که 3 تا فصل به این موضوع اختصاص پیدا کرده که راجع به همین اینا و بومشناسی رقص و اینکه همیشه در تمام فرهنگ ها این رقص بوده و یه مقداری هم به بعداً فکر میکنم در فصلهای بعدی راجع به رقصی که گاهی در پرندگان و حیوانات هستش پرداخته. بخش چهارم علم اعصاب شناختی موسیقی هستش که چرا یه موسیقی لذت بخشه، چرا دوستش داریم، چرا بعضی موسیقی ها تنش در آدم ایجاد میکنن، چرا موسیقی ها بعضی ها غم انگیزن و بعضی ها شاد آورن، چرا موسیقی ها آدم رو به رقص وامی داره و یک جنبشی در بدن آدم ایجاد میکنه یا یک رعشه‌ای در ستون فقرات بعضی ها ایجاد میکنه و این زمینه فیزیولوژیک این رعشه چی هستش که بعضی ها با شنیدن موسیقی ها یا مو به تنشون سیخ میشه یا یک رعشه به تنشون میفته. اینا هم راجع به موسیقی هستش. بعدش بخش پنجم روانشناسی عصبی، هنرها و زیبایی شناسی هستش که راجع به فصل 17 راجع به هنر بینایی هست، یعنی نقاشی ها، و این فصل 18 که از نظر نورولوژی جالب هستش اجرایات مغز هستش که باعث میشه بعضیا نقاشای خیلی زبردستی بشن، مخصوصا در زمینه بیماری آلزایمر یا اختلالات دیگه‌ای که در مغز ایجاد میشه و یا ضربه های مغزی یا سکته های مغزی چه اثری دارن بر این هنرها. چجوری مخصوصا چند تا مورد خیلی جالبی رو گفته که
نقاشای مشهوری بودن و بعد از سکته های مغزی کارشون کاملا شکل تازه‌ای به خودش گرفته، یا کسی که اصلا نقاشی نمی کرده و دچار بیماری آلزایمر شده و یک توان خاصی در این نقاشی پیدا کرده. مخصوصا تقسیم بندی که از نظر این دمانسا کرده تو کتاب و اثر هر کدامشون رو بر همین نقاشی و هنرها گفته خیلی جالب هستش که کجای مغز وقتی که آسیب میبینه آدم میتونه نقاش بهتری شه یا برعکسش. این فصل از نظر سایکولوژی ها و نورولوژیست ها جالب هستش. بخش ششمش این فرگشت هنر، زیبایی شناسی و مغز هستش که در واقع مقایسه این زیبایی شناسی و بین انسان و یافته هایی که از باقی مانده از انسان های اولیه و هومو نیاندرتالا و مطالعه در نخست پایگان مثل شامپانزه و گوریلا و اورانگوتان و مخصوصا پرنده ها که حتما دیدین توی این فیلم ها که نشون میده که مثلا پرنده آلاچیقی برای جذب ماده یک لانه هایی میسازه که از اطراف اشیاء زیبا و خوشرنگی جمع میکنه که جذب کنه. اینا رو نوشته و برگشته که به این زمینه بپردازه که آیا ما اینا رو از طبیعت به ارث بردیم یا مخصوص انسان است. در کتاب به یک موضوع بسیار جالبی پرداخته که بهش میگن اکزاپتیشن، یعنی تغییر وظیفه. اکس یعنی به علاوه، ادپتیشن هم مثلا تطابق اضافی هستش که مغز انسان پیدا کرده که بتونه هنر بدون اینکه اندازش بزرگتر شه یا ژن تازه‌ای پیدا کنه، از همون ساختارهایی که قبلا در مغزش بوده برای سخن گفتن یا برای حرکات، همون سیستم ها یا یکانه هایی که این ماژولایی که این کارا رو انجام میدادن در مغز انسان از همون یکانه ها استفاده کرده بدون اینکه اندازش رو بزرگتر کنه یا احتیاج به ژنای تازه زیادتری داشته باشه، از همون ها استفاده کرده و این کار زیبایی شناسی و هنرهاش رو انجام میده که به نظر میرسه مختص انسان هستش. و جالب هستش که حدود 90% فعالیت هایی که انجام میدیم برای بقا و تولید مثلمون لازم نیستش، بلکه صرف هنرها و زیبایی شناسی لباسامون، خونه هامون، شهرامون، دکوراسیون خونه هامون میکنیم و این زیربنای اینا رو هم شرح داده. در آخرش اینا رو همه رو در هم ادغام کرده و یه مقداری به معماری پرداخته و اینا هم مقدار مختصری راجع به فرمول بندی سعی کرده. حتی یکی از نویسنده ها فرمول ریاضی برای زیبایی شناسی بیان کنه، به خاطر اینکه فعلا برداشت بر این هستش که اگر بتونیم فرمول بندی ریاضی برای هر کارمون انجام بدیم منطقی ترین وضعی هستش که میتونیم به موضوع بپردازیم. این خلاصه از کتاب هستش. اگر دوستان سوالی راجع بهش دارن یا سوال دیگه‌ای که بی ارتباط با کتاب هستش، من در خدمتتونم. خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتی که دادید راجع به این کتاب. شما در توضیحاتی که داشتید در واقع ارائه میدادید فرمودید که انسان‌ها کاملا شبیه به هم نیستن. یکی از دلایلش اینه که اجتماعی هستند. اما خب ما در یه سری از گروه‌ها از حیواناتی می‌بینیم که کاملا شبیه هم دیگه نیستن، مثلا مثل گربه‌ها، مثل سگ‌ها.
خواستم در رابطه با این یه مقداری بیشتر بله. ببینید اگر چهره‌های گربه ها رو نگاه کنید، ببینید در مغز انسان یکی از بزرگترین قسمت هاش به اسم ناحیه فوزیفورم یا دوکی شکل که در سطح تحتانی قشر گیجگاهی رو گرفته و ناحیه چهارم یعنی بالاترین ناحیه پردازش محرکات بینایی هستش در نیمکره چپ، فقط مخصوص شناخت چهره ها هستش و این یکی از بزرگترین مراکز مغز هستش. دو قسمت داره، یک قسمت تحتانیش مربوط به حافظه انسان از چهره هایی هستش که ثابتن. مثلا شما اگر الان چشمتون رو ببندین و صورت مادرتون رو به خاطر بیارید، این چهره ثابت هستش و تغییرم نمیکنه و لبخند و یا اینکه گریه و اینا هم نداره، یه چهره ثابتی هستش. در بالای این منطقه در شیار گیجگاهی فوقانی یک ناحیه دیگه هستش که مربوط به شناخت حالت چهره ها هستش. این دو ناحیه در انسان بزرگتر از تمام حیوانات دیگه هستش. مثلا حیوانات بیشتر از بو یکدیگر رو تشخیص میدن، نه از چهرهشون. اگر به چهره های گربه ها هم نگاه کنید، تفاوت عمده ای نیستش بینشون. میتونیم ما از نزدیک بین دوتا گربه شاید تمایز برقرار کنیم، ولی اگر یک گله گوسفند 100 تایی رو نگاه کنیم ندرتا میتونیم بینشون تفاوت عمده ای، در حالی که این در انسان ها اینجوری نیست. دو تا انسان نیستش که چهرهشون دقیقاً عین هم باشه، مگر اینکه دو قلوی تک تخمکی باشن. اونا هم بازم یک تفاوتایی در چهره و ابراز چهرهشون هست و این دلیلش این هست از نظر فرگشتی که انسان برای برقراری روابط اجتماعی بیشتر از همه به چهره ثابت دیگران و حالات چهرهشون در واقع رفتارش بستگی داره و این خیلی اهمیت داره در برقراری روابط اجتماعی. بله، خیلی خوب بود، تشکر میکنم. سوالی که میخوام مطرح بکنم راجع به کتابتون، چون من کتابتون رو مرور کردم و یه سری سوالی رو چکیده کردم. اولین سوال اینه که تعریف شما از هنر چیه؟ هنرمند کیه؟ به کی میگیم هنرمند؟ و اینکه زیبایی چگونه تشریح میشه؟ یعنی به چی میگیم زیبا؟ بله، اولا هنر انتقال احساسی هستش که هنرمند از کارش داشته و اونو میخواد به دیگران منتقل کنه. این هنر یعنی در واقع انتقال احساسی که در مغز هنرمند بوده به بیننده هاش یا به مصرف کننده هاش. این تعریف هنر هستش. حالا هنر هر چیزی میتونه باشه، میتونه موسیقی باشه، نقاشی باشه، رقص باشه، مربع‌کاری باشه، هر چیزی که فکر کنید. وقتی که یه احساسی میتونه شعر باشه، رمان نویسی باشه، وقتی یه احساسی در خالق هنر هستش و اونو روی یک مدیوم یا یک واسطه پیادهش میکنه و این همون احساس یا احساسی شبیه با اون یا یک احساس دیگه‌ای در دیگران ایجاد کنه، این کار هنر هستش. هنرمند کسی هستش که بتونه این کار رو انجام بده. حالا زیبایی شناسی بستگی داره که بستگی به مغز مصرف کننده یا گیرنده یا بیننده داره و به شدت هم متفاوت هستش. مثلا یک نقاشی کوبیسمو اگر من ببینم شاید به نظرم خیلی زیبا نیاد، ولی یک منتقد هنری که وارد به این کار ببینه به نظرش بسیار زیبا بیاد. یا مثلا یک موسیقی خیلی پیچیده رو ممکنه من که زیاد به علم موسیقی آشنا نیستم به نظرم زیبا نیاد و بیشتر از ملودیش لذت ببرم، در حالی که یک ناقد موسیقی یا یک هنرمندی که آهنگساز هستش به راحتی میتونه این به زیبایی این یا حتی اشکالاش ببره. من مثالی براتون میزنم. ما در یک
مهمونی بودیم. چند تا از دوستان یک آهنگی رو در یکی از یک آهنگ ایرانی رو داشتن اجرا میکردن. آهنگ سنتی بود و اکثرا ساکت بودیم. بعد یک دفعه صدای چند نفر بلند شد که چرا نمیتونین درست اجرا کنین، اینجا اشکال داشت. و میرسوند که با وجود که ما بقیه که آشنا نبودیم لذت داشتیم میبردیم، ولی اون چند نفری که به این آهنگ آشنا بودن به ساختارش شکایت کردن که دارین بد میزنین و به نظرشون ناخوشایند آمد. به این جهت هستش که زیبایی شناسی برای هر چیزی بستگی به فرهنگ، بستگی به زمینه شخصی، به تخصص و ساختار خود مغز داره و حتی زمینه احساسی انسان هم فرق میکنه. مثلا یک آدمی که داره تو کتاب مفصل شرح داره، یک آدمی که افسرده هستش از آهنگ افسرده خوشش میاد به خاطر اینکه فکر میکنه که یک نفر افسرده تر از خودش هستش که یه آهنگ غمگین رو ساخته. پس یک احساس ناخودآگاهی پیدا میکنه که از غم خودش میکاه. به ایجاد این زیبایی شناسی بسیار پیچیده هستش و دقیقاً هم مقصود از نوشتن کتاب همین هستش که هنرمندان بدونن که اثر زیبایی شناسی کارشون در مصرف کننده ها چطوری هستش و طوری آماده کنن کارشون رو که برای اکثریت خوشایند باشه یا اینکه احساسشون رو بتونن دقیقاً. لازم هم نیستش که همیشه هم خوشایند باشه. بعضی از نقاشی ها که من گذاشتم نمونه هاشو بسیارم هیجان انگیز و تنش انگیزه، ولی از نظر هنری بسیار والا هستش. مثل نقاشی هایی که مثلا از جنگ اسپانیا هست، من نمونه هاشو من گذاشتم. بله، خیلی متشکرم. دوستان اگر سوالی دارید راجع به توضیحاتی که آقای دکتر دادن حتما برای ما بفرستید که ما بتونیم اینجا مطرح بکنیم، یا خودتون اگر میخواید که به صورت صوتی با آقای دکتر ارتباط برقرار بکنید شما میتونید سوالتون رو اینجا شرح بدید. یک سوال دیگری که دارم آقای دکتر، جدیداً موسیقی متال که خیلی از جوانها رو جذب خودش کرده به عنوان یک شیوه جدید برای بیان عقیده‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی شناخته میشه. میخواستم در رابطه با این سبک توضیح بدید. ممنون میشم. به طور کلی هنر در مبارزات اجتماعی همیشه نقش داشته. حالا بستگی داره که چه هنری باشه. مثل گفتم الان گفتم نقاشی که مثلا پیکاسو از صحنه‌های جنگ اسپانیا کشیده یا بقیه مثلا صحنه‌های داره تو کتاب. من تصویرهای بسیار زیادی از نقاشی‌هایی که کشیدم که برای همین اعتراض به اخلاقیات انسان یا رفتارهای انسان یا سیاست یا عوامل اجتماعی یا حتی در موارد ادیان هم همینطوری. حالا نقاشی متال خیلی هیجان انگیزه و این نقاشی های هیجان انگیز اگر همراه با اشعاری باشن، یعنی نوشته هاشو اون متنشون هم معنی دار باشه، دو تا عامل محرک هستش برای که جوان‌ها رو اولا اعتراض کنن که به حقشون هستش و ثانیاً شاید هیجان درشون ایجاد شه که بلند شن و به جای تخدیر ذهنیتشون تحریک شن و به مبارزات سیاسی بپردازن. تشکر میکنم. سوال بعدی اینه که اگر شخصی نابیناست چطوری میتونه از طریق شنیداری با گوینده یا خواننده ارتباط برقرار بکنه؟ مثلا ما بعضی از نابینایان رو میبینیم که با گوینده مورد نظری ارتباط برقرار میکنن یا به وجد میان، یا فردی که ناشنواست از طریق بینایی این ارتباط با آثار هنری دنیای پیرامونش این چگونه توضیح داده میشه؟
اولا اگر کسی نابینا باشه، قشر پشت سرش یعنی قشر اکسیپیتالش که بخشش بینایی هست تبدیل به قشر شنوایی میشه و قشر بویاییش هم به شدت تحریک میشه، به شدت رشد میکنه و این افراد نابینا به شدت به تون صدای آدما و به بوی آدما حساس میشن. یک فیلمی هم بود یادم نیست که الان چی بود که یک مرد نابینایی بود که که هم داستان راجع به همین بود که چجوری از راه بویایی بوی عطر همین خانومی که معشوقش بود به هیجان می آمد. بله، اینا به خاطر مغز متفاوتی که پیدا میکنن از هیجانی که در صدای آدما هست و بیان میشه، اینا مغزشون که به شدت حساس هستش، اینا میتونن برداشت روابط اجتماعی بکنن و یا از بوی مثلا عطر رو یا بویی که بالاخره هر انسانی داره، اینا به شدت حساس هستن و میتونن از این استفاده کنن. حالا اگه یکی ناشنوا باشه، خب این قشر بیناییش قوی تر میشه و اشکالی پیدا نمیکنه از اینکه چهره رو بتونه ارزیابی کنه و روابط اجتماعی برقرار کنه. باز هم تشکر میکنم. دوستان مجددا تکرار میکنم اگر سوالی دارید راجع به توضیحاتی که آقای دکتر زحمت کشیدن و ارائه دادن، حتما اینجا بپرسید که جلسه بعد تموم بشه. یه مقداری سخته که بخواید به پاسخاتون برسید. سوال دیگری که میخوام از شما بپرسم آقای دکتر، چطور میشه که، البته شما توضیح دادید راجع به این که بعضی از آثار به فرد در واقع یک هیجانی وارد میکنه، چطور میشه بعضی از موسیقی ها باعث میشه که یه فرد خودکشی بکنه یا یه سری از نمایشگاه هایی رو به راه میندازن که ما به عنوان یک آدم عادی که میریم نگاه میکنیم میبینیم این تابلو هیچ نقشی نداره، ولی گویا در تصور اون هنرمند خیلی روش کار کرده. راجب این هم میخواستم یه توضیحاتی بدید. بله، اولا راجع به اثر موسیقی روی مغز خیلی شرح داده. موسیقی از وقتی که یک صدای موسیقی یا هر صدای پیچیده‌ای که وارد میشه، خوشایندی و ناخوشایندیش از ساختار حلزونی گوش شروع میشه. اگر تونای صدایی که ایجاد میکنه با هم هماهنگ باشن، از ابتدا در باعث ارتعاش هماهنگی در ساختمان حلزون گوش میشن و این یک امواج الکتریکی هماهنگی ایجاد میکنه که وقتی که به سطح فوقانی لوب گیجگاهی میره، در اونجا هم یک هماهنگی ایجاد میکنه و اونجا باعث میشه که نورون ها به طور هماهنگی این تخلیه های الکتریکی انجام بدن که این لذت بخش میشه. حالا اگر این صدای از ابتدا این تونای صدایی که داره زیر و بماش ناهماهنگ باشن، یک مجموعه الکتریکی از گوش به مغز میره که ناهماهنگ هستش و باعث میشه که تخلیه های الکتریکی که درش ایجاد شد اونا هم ناهماهنگ باشه و ناخوشایند به آگاهی برسه. صداها هم به طور طبیعی، به طور سرشتی در آمیگدال ارزیابی میشه و ترسناک بودن یا خوشایند بودنشون از نظر تهدید اگزیستانسیالیستی هم در اونجا هم ارزیابی میشن و به سطح تحتانی قشر جلو پیشانی میرن و در اونجا با آگاهی میرسن. یعنی مکانیسم‌های بسیار زیادی هستش. ولی موسیقی اگر در کسی واقعا احساس عمیقی در سطح خودکشی بده، این مغز این شخص اشکال داره. یعنی هیچ موسیقی نمیتونه اونقدر قوی باشه که در یک آدم سالم به سطحی برسونتش که آمیگدالش رو طوری تخریب کنه که از مرگ فرار نکنه. این کسی که این حالت رو پیدا میکنه
حتما دچار یک اشکال ساختاری هستش، معمولا بیماری افسردگی داره، اختلالی در سیستم سروتونین و آدرنالینش هستش که چنین تحت تاثیر موسیقی ها قرار میگیره. یه بخشی دیگه هم سوالتون بود، چی بود یا همین بود؟ یه بخش دیگری ببخشید. یکی از دوستان حالا این سوال پرسیدن که من مطرح میکنم، بعد مجددا سوال قبلم رو تکرار میکنم. آقای آیرک پرسیدن که چه عاملی باعث افزایش خودکشی های بی‌رویه در جامعه ما شده؟ این رفتار ناهنجار از کدوم قسمت مغز نشأت میگیره؟ مغز دستور میده. کاملا. ببینید افسردگی دو تا علت داره، یکی علت ارثی هستش، یکی علت اکتسابی. علت ارثیش خب معلومه دیگه، حالا علت‌های مختلف داره، گیرنده های این ناقلان عصبی تحریک کننده مثل آدرنالین و سروتونین و دوپامین و اینا اشکال دارن. خب اینا یا خودشون یا هسته هاشون یا گیرنده هاشون اینا زمینه ژنتیک داره و این افسردگی های عمیق رو ایجاد میکنه که در مواردی باعث خودکشی بین مبتلایان میشه. اما مهمترین و شایع‌ترین علت افسردگی شکست در برنامه‌های زندگی هستش. هر وقت یه برنامه آدم برای زندگیش داره، سیستم پاداشی مغزش که به دوپامین مربوطه به تحریک واداشته میشه و مرتب در انتظار نتیجه برنامه‌ای داره که این دوپامین لذت بخشیش رو تعیین میکنه و قشر سینگولیت مغزش مرتب تحریک میکنه که به دنبال این برنامه باشه. در واقع درست مثل یک آدمی هستش که اعتیاد داره به یک ماده و میخواد هر جور شده این ماده را به دست بیاره که این دوپامینه ترشح بشه. حالا ببینید شما یه برنامه یا هر کسی یه برنامه‌ای داره، برنامه رو اجرا میکنه، زحمت میکشه، درس میخونه یا سرمایه گذاری میکنه، ولی به شکست منجر میشه. خب این شکسته باعث میشه که سیستم دوپامینی و سیستم ارزشی و پاداشی مغزش فرو بریزه. حالا اولش شاید بتونه 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار اینو تحملش کنه، ولی بالاخره این سیستم فرو میریزه و به طوری میشه که این سیستم پاداشی ارزیابی میکنه که این زندگی تو نمیتونی موفق باشی و هیچ چیز معنیداری برات نمونده که بخوای براش کوشش کنی. به این جهت یک خلایی ایجاد میشه در ذهن آدم که منجر به افسردگی عمیقی میشه که اگر حمایت و ساپورت اجتماعی نباشه، خانوادگی نباشه و نتونه راه حل‌های دیگه‌ای برای این وضع پیدا شه، اون وقت آدم میتونه که دست به خودکشی بزنه. و علت خودکشی در جوانایی که تازه شروع کردن و این نسبتا شایع هست، بیماری‌های ساختاری مغزشون هست، ولی در سنین میانه مثلا 30-35 سالگی که یا 50 سالگی که برنامه‌های زندگی همه شکست خورده، این عامل اجتماعی علتش هستش. بله، تشکر میکنم از بابت این پاسختون. آقای قره‌داغی ادامه میدید شما؟ بله ممنونم جناب دکتر. تعدادی از کاربران مستقیم سوال دارن، میتونید دونه دونه بخوایم باز کنیم پاسخ بدید یا اینکه خانم بدیعی دونه دونه سوالا رو مطرح بکنم؟ اگر لطف کنید سوالا رو مطرح کنید، چون که میترسم تعدادشون زیاد بشه و من بعضی رو جا بذارم. بسیار عالی، ممنونم. میدونم زحمت شما زیاد میشه، ولی ممکنه که من بعضی رو نمیدونم کدام سواله. مثلا یه آقایی نوشته که من متاسفانه پول ندارم، چطوری میتونم کتابو در اختیار من باید یه فکر بکنیم، بعد از یه مدتی کتابو رایگان در اختیار همه خواهم گذاشت. بسیار عالی، ممنونم از لطف شما. خب دوستان میتونید سوالاتتون رو داخل خود انجمن مطرح بکنید که اینجا حالا خانم بدیعی زحمت میکشن، از همون طریق میخونن و بعد جناب دکتر پاسخ میدن. فکر می‌کنم اینجوری بهتر باشه که داخل خود انجمن تایپ بشه و اینجا حالا هر سوالی هست جناب دکتر پاسخ میدن. خانم بدیعی مثل اینکه 2-3 تا سوال هست، اونا رو
یک سوالی هستش، من اینو بگم راجع به تاثیر تلقین در بیماری ها و کلا مسئله تلقین. من اینو شرحش بدم چون بارها هم شرحش دادم، مسئله جالبی هستش. میدونید تلقین پذیری در انسان ها یک توزیع آماری بر اساس منحنی زنگوله‌ای داره، یعنی یه عده‌ای به شدت تلقین پذیر هستن و یه عده‌ای اصلا تلقین پذیر نیستن و اینو فکر میکنن به علت ساختار ناقلان عصبی در مغزشون، مخصوصا مونوآمینا هستش. یک آنزیمی در مغز هست به اسم مونوآمینو اکسیدیز که این متابولیسم این مونوآمینا یا مثلا سروتونین و نورادرنالین و دوپامین و اینا رو به عهده داره. اگر این مختل باشه و این ساختار این ناقلان عصبی اشکال پیدا کنه، آدم میتونه به شدت تلقین پذیر باشه. حالا تلقین پذیری میتونه در سیاست باشه، در دین باشه، در تپ باشه، در اثر پلاسبوها یا دارونماها باشه، اثر دوا علفی ها باشه. اگر کسی تلقین پذیر باشه، اثر پلاسبوها مثلا درشون زیاد هستش، چون که به راحتی باور پیدا میکنن که این اثر داره و بیشترم اثر پلاسبوها بیشتر در مورد درد هستش که مقدار زیادیش به احساس ارتباط داره تا به، یعنی واکنش احساسی آدم در مقابل دردها هستش که آزارش میده تا خود درده. یعنی همون درد، یک سوزن به دست یک نفر بزنی ممکنه اهمیتی نده، ولی یک نفر ممکنه جیغ و دادش به هوا بره. این بستگی به واکنش احساسی هم داره. ولی بله، این سوالی که گفتن من واقعا نمیدونم، بعضیا اینو قبلا هم سوال کردن. من کتابو بعد از اینکه چاپ شده ندیدم، نمیدونم این بسپا چی هستش. اگر لطف کنید این آقای علی یک جمله‌ای به جای این لغتی یک جمله‌ای بنویسه و ببینم منظور چی بوده. احتمالاً ویرایشگر یک لغتی رو از خودش در آورده یا اشکال تایپی هستش. من واقعا نمیدونم این لغت بزپا یا بزیپا چی هستش. من کتابم دیگه معمولا کتابا رو که برای انتشارات بنویسم، چون تو ایران نیستم دیگه دنبالش نمی کنم و واقعا هم وقتم ندارم که این کارو بکنم. اگر سوال دیگه ای هست لطف کنید. یکی از کاربران پرسیدند هنر در یک قرن گذشته در شکل‌های مختلف بخشی از فعالیت و محرک‌های تغییرات اساسی بودن. این رو می‌بینیم که در جریان بهار عربی و در انقلاب‌های دیگه که یه سری محرک‌هایی باعث میشه که یک رفتارهایی انجام بشه از طریق جمعی یا گروهی از مردم. میگه که اینو در جریان بهار عربی و در انقلاب‌های دیگه هم دیدیم. 2 سوال دارم. چه اتفاقی در مغز برای محرک جمعی افراد میفته؟ هنرمندان ما میتونند با آگاهی داشتن از اینکه چه هنری میتونه بیشتر رو مغز مخاطبان اثر بگذاره کاری رو ارائه بدند که روشنگرانه تر باشه؟ شاید منظورشون مثلا کسانی هستند که حالا یا شاعر هستند، شعرهای در واقع سیاسی یا حماسی میخونند، یا اینکه کسانی که کاریکاتوریست هستند یه سری طرحهایی رو اجرا میکنن که اونم جنبه اعتراضی داره. فکر کنم منظورشون این باشه آقای دکتر. بله، ببینید دقیقاً هنر یک چیز ثابتی نیستش. اگر به کتاب مراجعه کنید سیرشو گفته، از ابتدا یک طرحهای جیومتریک یا هندسی بوده، بعداً هنرهای آرایشی بوده، حتی برگشتن به تو غارهای 100,000 سال قبل دیدن که این مهره‌های سوراخ شده هستش که به گردنشون آویزون میکردن و در طول تاریخ همین جوری تحول پیدا کرده و شکل تازه‌ای به خودش گرفته. هنر شاید تا 100-150 سال پیش یک الیتی بود، یعنی مخصوصا هنر نقاشی توده‌ای نبود. توده‌ای مردم
نبودن، مخصوصا در شرق یا در خاورمیانه هنر نقاشی مثلا زیاد بهش اهمیت نمیدادن. مینیاتوری هم که بود خیلی الیتی بود و در اختیار گروه خاصی بود یا از کتاب ها استفاده میکردن. ولی کم کم نقاشی به خاطر همین چاپ که پیش آمد و تونستن از نقاشی ها عکس بگیرن و منتشر کنن، نقاشی تقریبا یک حالت توده‌ای به خودش گرفته و از همین حالت توده‌ای هستش که در حرکات اجتماعی، جنبش‌های اجتماعی هم استفاده میشه و مؤثر هستش به صورت اعتراض. حالا نقاشی میتونه به صورت کاریکاتور باشه که مفاهیم خیلی عمیقی رو به صورت خیلی ساده میتونن نشان بدن. ولی جنبش‌های اجتماعی همه چیز موثره. مثلا یک کتاب میتونه، نه حتما خبر دارین که مثلا جنگ داخلی امریکا برای آزاد کردن برده‌ها در نوشتن کتاب کلبه عمو تام بود، آنکل تام کابینت، که اون خانم نوشتش و همین ظلم و جوری که به برده‌های امریکا میشد باعث شد که این جنبش ضد بردگی در امریکا جون بگیره و حدود 650,000 تا کشته بده و حدود 1.5 میلیون نفر زخمی بشن. و وقتی که لینکلن با این خانم ملاقات کرد بهش گفت تو با این قد کوچیکت انقلاب بزرگی را انداختی. میبینید یک کتاب میتونه چنین کاری رو بکنه. در اجتماع ما شاید الان جوانان رو بهترین راه این که از طریق موسیقی به هیجان در آورد. البته من فکر میکنم ما قبل از اینکه هر حرکت اجتماعی در ایران انجام بدیم مردم رو باید به دموکراسی، لیبرالیسم اینا آشنا کنیم که اصلا معنی چی هستش. ما هنوز معنی به خیابان آمدن، رأی دادن، شعار دادن اینا رو زیاد ارزش رو قائل براش نیستیم. مثلا فکر کن خمینی آمد و ما میدونستیم که این مملکت رو به نابودی میکشه، ولی در تشییع جنازش 1-2 میلیون نفر شرکت کردن یا بقیه. این میرسونه که ما هنوز ذکاوت اجتماعیمون باید پرورش پیدا کنه و اینو از طریق نوشته ها، کتاب ها و کتاب ها مخصوصا من مثلا با کوشش های همین دوستان آوای بوف خیلی ازشون سپاسگزارم، به خاطر اینکه سانسور دولتی در ایران مانع میشه از اینکه کتاب های مؤثری که میتونه جنبش اجتماعی ایجاد کنه چاپ بشه. ولی ایران فعلا دچار یه خفقانی هستش که باید یه راههایی پیدا کنیم که از بیراهه به اطلاع عموم برسونیم. ولی به نظر من اول باید فقر اجتماعی کم سبک شه، چون که کسی که به فکر سیر کردن شکم زن و بچه‌اش هستش به فکر آزادی و دموکراسی و اینا نیستش. و امیدوارم طوری بشه که این فقر اجتماعی یکم سبک بشه تا مردم اون وقت به فکر آزادی باشه. تشکر بابت این متن آخرتون. امیدوارم که یه روزی واقعا مملکتمون آزاد بشه و همه در کنار هم بتونیم با حضور افرادی چون شما مملکتمون امیدوارم که دیگه احتیاجی نباشه که از این طریقا بتونیم یک کتاب علمی رو چاپ کنیم. واقعا بشه توی آره. خب یک بار دیگری که آقای دکتر خیلی خستتون کردم. نه اصلا، خواهش میکنم، لذت میبرم از صحبت با تو. آقای محمد رضا همایون سوال پرسیدن که در بحث هنر و زیبایی شناسی ما شاهد تصویرسازی و ایجاد موجودات اساطیری و فانتزی هستیم. میگن که علل خصوص بحث‌های اسطوره‌ای باستانی. سوال بنده اینه که شما هر کدوم از این آثاری که ببینید، آثار قدیم منظورشونه، با تمام توان سعی شده که فراواقعی باشه، اما نهایتاً ترکیبی از موجودات واقعی هستش. علت این که نمیتونن یا نمیتوان فراواقعی و تماماً فانتزی دست به خلق آثار هنری زد چیه؟
ببینید بالاخره وقتی که یه مغزی داره ارزیابی میکنه بایستی با زمینه نقاشی آشنایی داشته باشه. مثلا شما الان گرونترین نقاشی سالوادور دالی رو نشون یه نفر بدین که آشنایی با موسیقی نداره، اصلا براش ارزش قائل نیست، اصلا نمیفهمه که چی گفته. درسته؟ این در همه نوع بایستی اون هنرمند زمینه اجتماعی رو، مخصوصا کتاب خیلی به زمینه اجتماعی، حتی در زمینه عرضه هنر شرحش داده که چجوری زمینه اجتماعی و زمینه هنر، مثلا اگر نقاشی رو شما یه نقاشی رو بیارین توی یک نمایشگاهی که خیلی سخت بگیره و فقط نقاشی های بسیار عالی رو ارائه میده، اگر یک نقاشی که ارزش زیادی هم نداره، هنری هم نیستش، اگر بیارین تو اینجا نمایشش بدین، مردم ارزشی بیشتری براشون قائل هستن تا اینکه مثلا همون نقاشی عالی رو ببرین توی مثلا بازار، توی فکر کنین ناصر خسرو، بذارینش توی مغازه به فروش برسونینش. ببین زمینه خیلی مهم هستش، نه تنها زمینه عرضه بلکه زمینه اون کسی که نقاشی رو میبینه. حالا موضوع نقاشی هم همینجوری هستش. اگر شما مثلا از فرشته ها، از خیلی زیبا هستن، مثلا نقاشی های آقای فرشیان از این نظر خیلی زیبا هستن، اون زیبایی شناسی رو دارن، ولی معنی و مفهوم نقاشی خودش یه موضوع جداگانه هستش و این معنی نقاشی که جزء اصلی ارزش هنری هستش، اینو باید آدم، اون که بیننده، زمینش رو بتونه درک کنه و در بیاره. و حتی اگر گذاشتن عنوان برای نقاشی ها برای این کار کمک میکنه و میتونه هنرمند، مخصوص هنرمند رو برسونه. مثلا یه نقاشی رو که فکر کنید اساطیر گذاشتین، مثلا بگین که این مربوط به فکر کن ضحاک هستش که، یا کاوه آهنگره که بر علیه ضحاک داره میجنگه، اثرش بیشتر میشه تا این مثلا یه نقاشی، همین نقاشی رو بدون عنوان بیان کنید. این موضوعات، اکثر این موضوع رو توی کتاب شرح داده که چجوری نقاشی میتونه بر بیننده اثر بگذاره. بله، سپاس. دوست گرامی دیگری پرسیدن که با تمام تفاسیر از زیبایی های هنر، آیا فکر میکنین هنر مخرب هم میتونه باشه؟ حتما. ببینید مغز آدم بالاخره یک گیرنده است و این در مقابل هر چیزی میتونه واکنش نشون بده. بله، هنر میتونه مثلا یک داستان، یک رمانی که مغز رو تحریک میکنه برای رفتارهای ضد اجتماعی میتونه مخرب باشه. یک موسیقی که متنش به شورش‌های کور منجر میشه میتونه، مثلا یه رپ که مرتب حرفای رکیک و زشت میزنه و هیچ گونه موضوع اخلاقی نداره و مملو از امور ضد اخلاقی هستش، میتونه مؤثر باشه. و مغزم گیرنده داره برای همه چیزا، میتونه تحت تاثیر خوبی ها و زشتی ها هم قرار بگیره. بستگی داره که این مقصود هنرمند از اون هنرش چی باشه. اگر هنرمندی مغزش مخرب هستش و میخواد تخریب هم ایجاد کنه و تخریبش در واقع تخریب بنیادهای یا بنیانهای بد نیستش و بنیانهای خوب رو میخواد تخریب کنه و یک حرکت ضد اجتماعی هست، حتما میتونه مخرب باشه و و مغزهای، مخصوصا مغزهایی که تلقین پذیرن، اینا رو تحت تاثیر قرار بده. سپاسگزارم. تا اینکه بچه‌ها حالا اگر سوالی دارن که تایپ بکنن، من یک سوال دیگری از شما بپرسم. در کتابی که ترجمه کردید من خیلی دیدم که شما در رابطه با ون گوگ نقاشی‌هاشو گذاشتین، در رابطه باش صحبت شده. خواستم اگر حوصله دارید و وقتم اگر هست
که راجع بهش مقداری صحبت بکنید در مورد ون گوگ، نقاشی که بله گوش خودش رو برید یا حالا. بله ون گوگ دچار افسردگی شدیدی بود به دلیلی که البته در دسترس نیستش و از شرحال زندگی خصوصیش هم زیاد نمیدونیم که افسردگی داشت و خودآزار بود، حتی فکر میکنم گوش خودش هم بریده بود و در آخرش هم خودکشی کرد. به نظر میرسه که یه اسلحه‌ای که از یک روستایی گرفته بود خودشو کشت. و اگر به نقاشی‌هاش هم نگاه کنید این یک اون منفیگرایی احساس خودش رو کاملا منتقل کرده. حتی از مثلا یک شب مهتابی رو که اگر نگاه کنید یک کمی اون غمی که در وجودش هستش کاملا منتقل کرده و خیلی از نقاشیاش اینجوری بوده. خیلی از نقاشی‌های دیگه هستش که درست آدم نقاشیاشون رو گذاشتم مثلا از نقاشی‌های دیگه و اینا نقاشیاشون رو که نگاه میکنید از رنگی که انتخاب کردن، مثلا نقاشی ون گوگ اکثرا رنگای تیره، سیاه و یا رنگای سرد مثل آبی و اینا رو استفاده کرده. از رنگای گرم مثل زرد و قرمز و اینا کمتر استفاده میکرده و این میرسونه که زمینه افسردگی داشته و بدبختانه در زمانی هم که بود هیچ کس قدر نقاشی هاش رو نمیدونست و مثل اینکه در فقر زیادی هم زندگی میکرده و اون شکست در این کار نقاشیش و فقرش و زمینه افسردگیش مجموعاً باعث خودکشی این مرد هنرمند شده بود. بله واقعا. دوست دیگری به نام آقای کیوان سوال پرسیدن که متشکر از جناب دکتر به دلیل اینکه مسائل سیاسی و اجتماعی رو به طور علمی تحلیل میکنند. سوال من اینه که ارتباط انسان هنرمند و خلاق هنر با اخلاقیات انسانی، خصوصا خصلت شفقت و مهربانی و یا خصلت‌های قهرآمیز و یا جنایتکارانه چیه؟ آیا ویژگی‌های بیولوژیکی اثر بیشتری از آموزش‌های هنری داره؟ منظورتون اینه که اخلاقیات آدم سرشتیش مهمه یا اکتسابیش؟ نمیشن سوال من اینه که ارتباط انسان هنرمند و خلاق هنر با اخلاقیات انسانی، خصوصا خصلت مهربانی و یا خصلت قهرآمیز و یا جنایتکارانش چیه؟ این ارتباط چگونه؟ جواب دادن بله. بله. سوال متوجه نمیشم واقعا. یعنی هنرمند یه خصیصه اخلاقی داره و منتقدش میکنه یا گیرنده؟ منظورشون فکر میکنم اینه که اون خصلتی که ذاتاً دارن، حالا اگر مهربان هستن، آیا این ارتباط میتونه پیدا بکنه با اون آثاری که در واقع اون متوجه شدم. دقیقاً همین الان مثلا اثر افسردگی رو گفتم. بعضیا معتقدن که مثلا نقاشی های سالوادور دالی تحت تاثیر مواد توهمزایی که مصرف میکرده ایجاد میشده. میدونید مثلا کشیدن حشیش یا LSD یا بقیه. البته اینو من شنیدم، من واقعا نمیدونم دقیقاً، ولی این یک موضوع شناخته شده ای هستش که اگر بعضی از هنرمندان برای اینکه در تمام رشته ها برای اینکه به خلاقیت برسن، خلاقیت های عجیب و غریب برسن، ساختار مغزشون رو از نظر شیمیایی به هم میزنن و دچار یک توهماتی میشن که اگر زمینه هنرمندانه داشته باشن گاهی هم خلاقانه هستش و این در مورد اخلاقی بودنشون و غیر اخلاقی بودنشون هم هستش. اگر زمینه بستگی داره که مغزشون چه چیزی میخواد تولید کنه و همینو اگر قدرت هنرمند اینه که همه محصول ذهنشون رو روی بوم نقاشی یا توی آهنگی که میسازن یا حتی رقصی که کوریوگرافی میکنن اینو بتونن پیاده کنن و اونو منتقلش کنن. حالا محتوای ذهنیشون هرچی هستش. الان بعضی از این رقص‌های مدرن رو که آدم نگاه میکنه کاملا حالا یا اخلاقی یا ضد اخلاقیشون رو میتونه پی ببره. حتما داستان
اون بلکتی که توی کاروانسرای شیراز در زمان فرح بود حتما شنیدید که یک حرکات جنسی ضد که موافق با فرهنگ اجتماعی اون موقع 50 سال پیش ایران نبود، 45-50 سال پیش، و این یک قوقایی در شیراز برقرار کرد. چون که این تو امریکا واکنش زیادی بهش نشون نمیدادن، ولی تو کاروانسرایی که در شیراز این رفتار جنسی عریان رو نشون میدادن یک واکنش بدی در اجتماع ایجاد کرد و آره این اخلاق پس بالاخره محتوای ذهنی هنرش این هستش که اینا رو بتونه منتقل کنه. حالا این انتقال میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، این دیگه قضاوت اجتماع و قضاوت فرد گیرنده و مصرف کننده است که پی ببره. تشکر آقای دکتر. دوستان اگر سوالی ندارید که جمع‌بندی بکنیم. یک آقای به نام آقای علی، آقای دکتر سوالشون رو میخونید؟ نمیدونم مثلا منظورشون در رابطه با همین کتابی که امشب داریم راجبش صحبت میکنیم یا یک کتاب دیگری؟ نه، یک کتاب اختیارات گفتم همین هست که کلمه بزپا گفتم که جوابشو دادم. من نمیدونم این کلمه چی هستش. اینو لطف کنه که این بله یک جمله از بنویسه من ببینم که میتونم معنی احتمالاً یا اختلال یا اشکال تایپی هستش یا ویرایشگر یک لغتی رو ترجمه کرده، یه لغت منو عوض کرده و کلمه بزپا یا بزپا یا هر چیزی رو گذاشته. این آقای علی احتمالاً میدونم کی هستش. اگر لطف کنه دفعه پیش این، چون قبلا هم همین سوال رو در یه جلسه دیگه کرده بود، یک جمله کاملی، یک سیلاب، یک پاراگرافی از این که این لغت درش هستش برای من بفرسته. میدونم که مسیجر منم داره که من بدونم چی هستش جوابشونو بدم. بله آقای علی اگر ممکنه بعد اون صفحه رو شات بگیرید برای آقای دکتر بفرستید که البته جناب دکتر مثل اینکه فرستادن یه جمله رو نوشتن بزپایی یک حافظه اتوبیوگرافی فرایندی از رمزگذاری خود مربوطی، صفحه 42. پس باید برپایی باشه. بله احتمالاً همون غلط املاییه. برپایی صفحه 42 من نگاش میکنم، کتابو دارم نگاش میکنم. حالا اون اصلا سوالی نیست که به درد همه بخوره. فعلا سوالی بکنید که به جلسه مربوط باشه، من اون رو نگاش میکنم. خب سوال دیگری که یکی از دوستان فرستادند اینه که تأثیر مواد مخدر و ایجاد نوع احساس کاذب از نوع سرخوشی یا هر چیز دیگه‌ای که به این شکل صورت میگیره چه اثرات مخربی میتونه داشته باشه؟ آیا این سوال ارتباط داره با کتاب امشب؟ نه ارتباطی نداره. این کتابو اگه کسانی میخواد اینا رو نگاه کنن، من در کتاب زیست‌شناسی مغز و اخلاقیات یا در کتاب‌های دیگه اینا رو گفتم. مغز یک دستگاه الکتروشیمیایی هستش که مواد شیمیایی خودشو داره و اضافه کردن یا مصرف بیهوده مواد مخدر بر این ساختار شیمیایی مغز اثر میگذاره و مصرف طولانیش گیرنده ها و نورون هایی که مربوط به اون ماده مخدر هستن ساختارشون رو به هم میزنه و دستگاه رو طوری به تباهی میکشه که شخص رو کاملا در کنترل این ماده مخدر قرار میده. این میتونه تریاک باشه، میتونه حشیش باشه، میتونه هروئین باشه، میتونه کوکائین باشه یا LSD باشه یا مواد توهم‌زای دیگه باشه. اینا تمام ساختار شیمیایی مغز رو عوض میکنن. اگر یکی دو بار مصرف شن و انسان زمینه نداشته باشه اثری نداره، ولی اگر کاملا مشخص شده، اگر کسی که زمینه بیماری اسکیزوفرنیا رو داره و از این مواد توهم‌زا حتی حشیش استفاده کنه، کاملا میتونه
ساختار مغزش رو به هم بزنن و بیماری اسکیزوفرنیا درش ایجاد کنه. علتش این هستش که تمام مواد مخدر، تقریبا میتونم بگم تمامشون، بر ساختمان دوپامینی مغز اثر دارن. به یه طریقی با این، چون این سیستم دوپامینی سیستم قصد و خواستن هستش، بالاخره این مواد مخدر همه بر این سیستم اثر دارن. و جالب این که بیماری‌های روانی، چه بیماری افسردگی و مخصوصا بیماری‌های جنون آمیز مثل اسکیزوفرنیا، اختلال سیستم دوپامینی هستن. حالا شما یه اختلال سیستم دوپامینی دارین، یک ماده هم اضافه میکنید که این سیستم دوپامینی رو مختلترش میکنه. حالا اگر زمینه اسکیزوفرنی داشتین ولی مغزتون میتونست کنترل کنه، حالا این کنترل هم از دستش در میارین، کام اسکیزوفرنی میگیرید. اینو بارها ثابت کردن. بعضی از موسیقیدانای تو امریکا، چند تاشون هم شهر داده شده، اینا برای که خلاقیت داشته باشن مقدار زیادی حشیش استفاده میکردن و در سنی که نباید جنون اسکیزوفرنی گرفته باشن، مثل سن 40-45 سالگی، همشون این جنون رو گرفتن. به این جهت واقعا استفاده از هر ماده شیمیایی که در حیطه پزشکی نیستش و فقط برای خوشایندی های زودگذر میشه، واقعا باید احتراز کنید. هیچ لازم نیستش این سرمایه‌ای که زندگیتون رو کنترل میکنه و با ارزش‌ترین چیز در زندگی هر کدومتون هستش بهش آسیب برسونید. بله، تشکر میکنم مجدد. دوستان خواهش میکنم سوالاتی رو مطرح بکنید که راجع به کتاب امشب باشه. اسم کتاب هنر، زیبایی شناسی و مغزه، در رابطه با هنره، بنیان هنر. حالا این هنر میتونه نقاشی باشه، عکاسی باشه، مجسمه سازی باشه. راجع به این کتاب صحبت بکنید یا سوالتون رو مطرح بکنید. آقای قریداقی، اگر زحمت نیست لطفاً بفرمایید برای دوستان که چگونه میتونن این کتاب رو تهیه بفرمایند و مطالعه بکنن، چون این کتاب به صورت رایگان فعلا در دسترس همگان نمیتونه قرار بگیره. اگر زحمتی نیست این رو لطفاً توضیح بدید. بله، خواهش میکنم. عرض کنم طبق خواست جناب دکتر قرار شد که کتاب فعلا به این صورت در اختیار خوانندگان قرار بگیره که یک مبلغی رو به عنوان کمک به یک مرکز خیریه در داخل ایران و حالا در خارج از ایران، به یونیسف یا خیریه هایی که جناب دکتر عرض کردن، اول کمک بکنن و این به ازای این کمک بتونن این کتاب رو به صورت PDF دریافت کنن و مطالعه کنن. چیزی که ما توی سایت تدارک دیدیم این هست که از طرق مختلف این کار ممکن هست. این نیست که فقط صرفاً از یک طریق باشه و مشکل باشه. هم در داخل ایران هم در خارج از ایران عزیزان میتونن به 5 طریقی که ما تدارک دیدیم کمک بکنن به بنیادهای خیریه و به ازای اون کمک میتونن این کتاب رو دریافت کنن. یکی از قابل دسترس ترین این راه ها از طریق گوگل بوک و گوگل پلی هست که به ازای پرداخت مبلغ مستقیما میتونن کتاب رو مطالعه بکنن. روش بعدی روش از طریق پیپال هست که در خارج از ایران هست. میتونن این مبلغ رو واریز بکنن و این مستقیما پرداخت میشه به بنیادهای خیریه و یا یونیسف. و مهمترینش بحث عزیزانی است که در داخل ایران هستن. 2 تا روش هست برای دوستانی که در داخل ایران هستن میتونن این بحث خیریه رو انجام بدن. یکی این که حالا به نزدیکترین مؤسسه خیریه‌ای که در نزدیک خودشون هست یا مطمئن هستن میتونن برن اونجا و این مبلغ رو پرداخت کنن و رسیدش رو از طریق یک ایمیلی که ما تدارک دیدیم برای ما بفرستن. به محض ارسال فایل PDF کتاب براشون ایمیل میشه. یکیش از طریق سایت حامی باش هست که میتونن اونجا مبلغ رو واریز کنن، که داخل ایران فکر کار میکنه حامی باش، بدون هیچ مشکلی میتونن اونجا مبلغ رو پرداخت بکنن و رسید یا اون اسکرین شاتش رو برای ما
از طریق ایمیل بفرستن که کتاب در اختیارشون قرار بگیره. راه دیگه هم که همونجا که عرض کردم از طریق همین کمک میکنن و رسیدش رو ایمیل میکنن و کتاب در اختیارشون قرار میگیره. خب عزیزان میدونن که تمام کتابایی که ما از اولین روزی که ما پایه‌گذار آوای بوف بودیم به صورت رایگان در اختیار همه قرار میگیره. خب این یک کتاب استثنااً به خواست جناب دکتر قرار شد که خب به هر حال یک کتاب علمی سنگینی هم هست. خب جناب دکتر زحمت کشیدن ترجمهش کردن، قرار شده که به ازای کمک‌های خیریه، اینم ربطی به مجموعه ما نداره که هیچ مبلغی عاید مجموعه ما نمیشه، فقط صرفا دوستان خودشون یه کمک‌های مالی رو میکنن به یه خیریه‌های و این کتاب رو دریافت میکنن. در خدمتتون هستم. تشکر. میتونم این نکته رو اضافه کنم؟ ببینید من تا حالا شاید 17 تا کتاب نوشته و ترجمه کردم، همه هم رایگان در اختیار همه گذاشتم، ولی این کتاب رو فکر کردم که اکثر هنرمندان قدرت مالی پرداخت $5 یا $10 رو دارن و امیدوارم که این کمکی باشه که به بعضی از مؤسسات خیریه در ایران میشه و انتظار دارم که روانشناسان یا نورولوژیست‌ها یا کتابخوان‌ها یا هنرمندایی که در انواع هنرها هستن حتما قدرت مالی پرداخت این جزئی رو دارن که این کتابو بدن. البته من هیچ گونه من و مطمئنا انتشارات آقای بوف هیچ گونه منفعت مالی نداریم و من هیچ وقتم این رشته از فعالیتامو هیچ ارتباطی به نفع مالی نداشتم و هیچ وقتم احتیاج نداشتم. ولی اگر وقت از یک دو تا سوال شده من اینا رو هم جواب بدم. بله. یکی این که گفتن آیا شخصیت هنرمند بر روی اثراتش موثره؟ ببینید شخصیت در واقع روال دائمی و نسبتاً پایدار رفتاری احساسی آدم هستش و شخصیت آدم دقیقاً بر همه رفتارهای انسان من جمله هنری که تولید میکنه اثر داره. اگر یک کسی که شخصیت درونگرا داره اگر بشینه نقاشی کنه نقاشیاش بیشتر حالت انزوایی دارن تا یک کسی که برونگرا هستش و آدمی خیلی دوست داره دور جمع باشه. اگر نقاشی ها رو نگاه کنید ببینید که بعضی نقاشی ها مثلا دور هم جمعن، مهمونی هستش یا نشستن دارن آبجو با هم میخورن و یه عده نقاشی هایی هستش که کاملا خلق و خو و شخصیت اون نقاشو میشه ازش پی برد. به این جهت شخصیت آدم در همه کاراش من جمله در آثار نقاشیش هم اثر داره. سوال دیگه مصرف قهوه رو گفتن. قهوه مقدار کمش محرک مغز هستش به خاطر اینکه مانع اثر آدنوزین میشه. آدنوزین کمی رخوت آوره برای مغز، این موجب انسداد گیرنده آدنوزین میشه و مغز رو تحریکش میکنه. اگر دوست دارید قهوه رو میتونید تا ساعت 2-3 بعد از ظهر قهوه بخورید، ولی از اون به بعد به خاطر اینکه اثر بدی روی خوابتون داره، همین به خاطر اینکه آدنوزین باعث خواب رفتن و تقویت حافظه میشه، از ساعت 2-3 بعد از ظهر دیگه قهوه مصرف نکنید. مخصوصا نیمه عمر قهوه بیشتر از 6-7 ساعته و اگر یه قهوه تلخی بخورید ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 10-12 شب هم اثرش باقی میمونه. ولی اگر زیاد قهوه بخورید اون هم مثل بقیه میتونه احتیاط آور باشه. حالا اگر سوال دیگه ای هست که در خدمتتونم. تشکر میکنم از شما آقای دکتر. فکر میکنم دیگه سوالی باقی نمونده باشه و شما هم خسته شدید. سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، بهره بردیم و در رابطه با کتابتون که قصد دارید برای کمک به خیریه باشه واقعا ستودنی کار شما
و برای دوستانی که اگر آدرس کانال تلگرام آقای دکتر رو میخوان در گروه به اشتراک میگذاریم، میتونید بیشتر از مطالب آقای دکتر استفاده بکنید. و اگر سوال دیگری دوستان ندارن که جمع‌بندی بشه و برنامه رو تموم کنیم. اگر منم واقعا از صمیم قلب از شما به خاطر زحمات چندین سالتون تشکر میکنم. من کتابای بعدی رو، من چند تا کتاب در ایران دارم که فکر نمی کنم ارشاد اجازه بده، به زودی با انتشاراتی صحبت میکنم و اگر مخصوصا یک کتابی هست، کتاب مفصلی راجع به سیستم پاداشی مغز هست که راجع به تمام اعتیادات و رفتارهای جنسی و بیماری‌های احساسی آدم هستش که اگر اونم ارشاد ایراد گرفته، اونم زحمتشو به شما میدم که در اختیار دیگران بگذارید. ضمن یک نوت کوچیکی هم نوشته من راجع به اون شخص نابینایی که از بو هیجان دیگران رو بود. اسم فیلم هست سنت آف وومن، فکر میکنم آلپاچینو بازی کرده بود درش، اگر خواستیم ببینینش. در جواب اون سوالی که کسانی که نابینا هستن چطوری هیجان دیگران رو احساس میکنن، فیلم بسیار جالبی راجع به همین موضوع هستش. متشکرم از معرفیش، ممنونم. خب دوستان اگر صحبت و سوالی ندارید، آقای قره‌باقی اگر شما صحبت پایانی دارید بفرمایید. بله ممنونم، هم از شما ممنونم و هم از جناب دکتر. خب به هر حال طی این یک سال چند کتاب رو به طور رایگان در اختیار مجموعه قرار دادن که منتشر بشه. این واقعا ستودنی هست. البته یک کتاب دیگه شون که در دست ادیت داریم به زودی منتشر میشه، کتاب مادیت‌های انعطافی هست. از همینجا میخوام چند تا قول از جناب دکتر بگیرم. یکی این که حالا در طی روزها و هفته‌های آینده برنامه دیگه ای رو لطف کنن تقبل کنن که چون توی گروه یک سری سوالاتی مطالبی مطرح میشه در رابطه با مسئله که خودشون همیشه مطرح میکنن، موضوعات مادون و طبیعه، که حتما فرصت در اختیار ما قرار بدن که در موردش صحبت کنیم و حالا قبل از اینکه کتاب مادیت‌های انعطافی هم منتشر بشه حتما در خدمتشون باشیم. منم تشکر میکنم از همه عزیزان. بله، خوشحال میشم در خدمتتون باشم. حتما خبرتون میکنم. یکی دو هفته آینده، 2-3 هفته آینده رو قول دادم، ولی یک شنبه بعدش رو شاید در خدمت شما باشم. بسیار عالی، ممنونم از شما. البته این لطف شماست. که البته یه درخواستم دارم، چون از وقتی که کتاب منتشر شده، البته دموی کتاب منتشر شده، چندین تا پیام از ایران داشتیم که خیلی ها ابراز این کردن که توان مالی خیلی کمی دارن. درخواست دارم از شما اینه که این مدت زمانی که میخواد این پروسه حالا در ازای کمک‌های مالی به خیریه‌ها این کتاب رو در اختیار دوستان قرار بدید، اینو یه مقدار کمترش بکنید که پروسه رایگان بودن کتاب شروع بشه که همه بتونن ازش استفاده کنن. بله حتما بذارین همت عالیش کنیم. یعنی هر کسی با همت خودش، اگر واقعا کسی هستش که میتونه بیشتر از $5 بپردازه، بیشتر بپردازه. و این فقط یک حرکت خیریه‌ای هستش و لطف کنید که به خیریه‌های دینی هم نپردازید، مخصوصا تو ایران که حیف و میل میشه. و به خیریه‌هایی مثل سازمان دفاع از خانواده‌های زندانیان سیاسی، مخصوصا اینو به من پیشنهاد کردن بپردازین. حالا اگر $5 نشد، هرچی دوست دارید میتونن هم عوضش کنید و واقعا بکنیم که هر کسی هر چیزی، اگرم واقعا شما سلام میدونید که اصلا کاملا مجانیش کنیم که اونم از نظر من فرقی نمیکنه. و من خواستم فقط یک کمکی به بعضی از این مؤسسات بشه، چون وضع کشور طوریه که به امور خیریه باید بیش از حد رسیدگی بشه. ولی اگر دوستانی با شما تماس گرفتن و نمیتونن بپردازن و خودشون اصرار داشتن،
با کمال میل براشون بفرستین کتاب. بسیار عالی، ممنونم. این نهایت سخاوتمندی شماست جناب دکتر. خیلی هم ممنونم بابت این لطف. حتما حالا سعی میکنیم در دیگه من کتاب در اختیار شما دارم، هر جوری که طلا میدونید اجراش کنید. زحمت رو بیشتر به گردن شما میندازم. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم، لطف کردید، وقت گذاشتید با تمام این مشغله هایی که دارید و این کارهایی که انجام میدید به هر حال برای پیشبرد علم و به هر حال زدودن خرافات از جامعه ایران. واقعا ازتون ممنونم. امیدوارم که وقت خوبی داشته باشید و تا برنامه دیگه که در خدمتتون باشید. بازم سپاسگزارم از زحماتی که میکشید برای همه. موفق باشید. سلامت. خیلی ممنونم دوستان. ممنونم از همه عزیزان. برنامه رو همینجا به پایان میبریم. امیدواریم که روز و شب بر همه شما خوش باشه، در سایه سلامتی و به دوری از این بیماری های عالمگیر، چه بهداشتی چه سیاسی. سلامت و موفق باشید.